الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مهربان محبت ما و شما را، اخلاص ما و شما را، یقین ما و شما را به سوی این دین پاکش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که این طاعت ها و این عبادت هایی که اگر چنده که بسیار ناچیزند، بسیار کمند، الله مهربان به درگاهش مقبول بگرداند و آن وعده های را که خدای مهربان در عوض این عبادت ها و آن بشارت های را که برای بندگانش الله مهربان وعده کرده است، خداوند یکایک ما و شما را با نصیب گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که هر یک حاجت طلبی که هست خدای مهربان حاجتاشون برآورده گردانی و هر یک نفرهایی که قرضدار هستند خدایا از قرض خلاصشون گردانی و هر نفری که امروز زندانی هستند خدایا از زندانها هم رهاشون گردانی. و الله مهربان دعای ما همین است که در دنیا همچون مسلمان حیات به سر بردن را نصیبمان گردانی و همچنان از دنیا زمانی که بیرون می شویم دنیا را پدرود می گوییم خدایا همچون مسلمان مردن را هم برای ما نصیب بگردانی. خداوند و گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت کنی، بیماری هامان خدای مهربان شفای کامل تی، تمام مهاجرای ما را خداوند سفرهاشون مبارک و بخیر و هر جا که باشند خداوند کاراشون در برار و برکت نصیب بگردانی. برادران عزیز و گرامی، الحال در این لحظه که قرار داریم میخواستم یک چند سوال هایی که پیش من هستند من برای شما جواب گردانم. پیش از این سوال ها را جواب گردانیدن برادران بسیار عزیز و گرامی، مادران و بسیار مهربان، خواهش من همین است که این شبکه گوییم یا این کانالی که به نام نور تیوی که بسیار حرکت زیاد میکند و الحمدلله رب العالمین که ما هم از همکاری و ما هم از مهنت و زحمتی که در این شده ایستاده است خرسندیم. الحمدلله که از این بسیاری برادران و خواهران ما انشاءالله نفع میبرند، فایده میبرند و الله را بسیار سپاسگزارم که در این ساعتها از سخن الله، از سخنهای پیامبر نازنین مان به گوش مردم میرسانیم. زین لحاظ بسیار خواهشم کردن که به دستگیری شما یا به آواز شما نیاز دارند. از شما منم همچو یک برادر شما، همچو یک خیرخواه شما رسانیدنیم که امکانیتاتون باشد البته آواز دادن تان دریغ ندانین، دستگیری تان هم دریغ ندانین. انشاءالله اینها همه خدمت دین من می شود و همچنان برای یک هدایت برادر مسلمان من
برای یک نفری رهگم زده یا برای یک آدمی که مسئله و مسائلش مطرح میکند، انشاءالله این شبکه برای ما و شما اگر یگان آفت و یگان مشکلات و یگان سختی نآید، خدا خواهد خدمت میکند. زین لحاظ بار دیگر شما انشاءالله دستگیریتان فراموش نکنید. من خدا خواهد پیش از آنی که این سوالها را به سمع شما رسانم، یک لحظه ای را از حیات شیخ سعدی که این عزیز خدا بالای ورق آورد و به یک گویم طریق نظم در آورد که فرمود دوش مرغ به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغ کند چنین مدهوش. گفت شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش. برادران عزیز و گرامی، جناب شیخ سعدی می فرماید وقتی که من از طریق صبح سحر ناله پرنده را یا خواندن پرنده را گوش می کردم، بعد شنیدن ناله این پرنده یک باره عقلم و صبرم و طاقتم همه از دست رفت و در زمین افتادم. دیگر مقصد آگهی ندارم که بعد افتیدنم چی به سر من آمد. زمان خدمت در بالای بستر دیدم. وقتی این آوازه میگد به گوش نزدیکا و شاگردام که رسید، آمدن و از من پرسیدن. چی پرسیدن؟ گفتم باور نداشتم که تو را بانگ مرغ کند چنین مدهوش. پرسیدن ای استاد عزیز، ای شیخ بزرگوار، با شنیدگی ما بعد شنیدن یک ناله پرنده شما به این احوال زدید، یعنی خیلی ناتاب شدین، خیلی بیمار شدین. آیا این حقیقت دارد؟ برادران عزیز، شیخ سعدی یک جواب بسیار زیبا گفت. ولی الحمدلله رب العالمین، من در همی گشت و گذارام بسیاری خانه ها میرم، میبینم که در خانه هاشون معمول به طریق که بگیم یک پرتره دوری در تنهای دیوالشون شعرهای عزیزا و بزرگا را یا یک آیت قرآن یا یک حدیث پیامبر آورده است که دائم چشمش به همون که میرسه این بسیار خوبه، این بسیار خیره. یعنی این جوابی که شیخ سعدی بر این دوستداراش داد، دوست داشتم که این هم شما در همون اتاقای مینشستگیتان یا در جایی که همیشه چشم رسه شما ایره در همونجا نویسین و گذارین تا برادران عزیز برای ما و شما یک درس حیاتی شود. بعدا شیخ سعدی چی جواب گفت؟ وقتی گفت من باورم نآمد که شما را ناله یک پرنده، ناله یک مرغ به این احوال آورد، گفت شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش. گفت ای برادران عزیز و گرامی، مرا گفت به این احوال حقیقتا همین حالت آورد، زیرا که وقتی دیدم مرغ یک پرنده که مکلف نیست برادران عزیز،
از این نعمت عقلی که بنده داره، انسان داره، پرنده و چرنده و گویم اینها از این محرومن. ولی بازم این وقت دیدم یاد خدا میکند، دیدم که ذکر خدا میکند، این گفت اندیشه مرا به این احوال آورد. یعنی شرمم آمد که آخه حق یاد کردن خدا، حق ذکر خدا انسان دارد، نه پرنده. خدا رحمت کنه حضرت مولوی جنونی را، میگو همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. همه مشکلات برای فرزند آدم است و همه این تأکیدها هم برای فرزند آدم است. من این قصه را به خاطر آن آوردم برادران عزیز که همیشه حرکت کنید که هیچگاه زبان شما خشک از یاد خدا نباشد. حرکت کنید که همیشه در زبان شما لا اله الا الله باشد. همیشه کوشش کنید در زبان شما استغفر الله باشد. کوشش کنید در زبان شما همیشه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم باشد. در زبانهای شما الله اکبر باشد. این کلمات ها را برادران عزیز زیاد گویید. حضرت مولوی می گفت به هر حرفی کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. برادران وقت زبان هاتون به این کلمه های زیبا عادت میکنه، زمانی که تو سرت در بالیشت گذاشتی و زمان شود که باید که الله امانت چه بگیره، در همون زمانم زبان تو که آموخته بود همون حالت دم لا اله الا الله من سبحان الله و بحمده الله اکبر الحمدلله، اینها از زبانت خارج می شود. از این لحاظ این حالت این قصه را من به همین خاطر آوردم. انشاءالله امید دارم خواهرها و برادرای عزیز که بعد شنیدن این انشاءالله شما هم در عمل کردن این خدا خواهد کمر همت میبندین. انشاءالله شما هم در این باب محبت میکنین، پیروی میکنین. این فایده هم دنیای شما هست و هم آخرتتان است. من در حدیث خواندم که هر کسی را که اگر در دنیا ذکرش زیاد باشد، هر کسی را در دنیا طاعتش زیاد باشد، اجرش کو بجای خودش، ولی با در عوض این خدا گفته رزقش هم زیاد میکنه. برای حرکت کنید که در هم دنیاتون آباد هم آخرتتون آباد. انشاءالله میاییم به سر سوالهایی که در این شبکه برادران ما سوال کردن. خدا خواهد من در این باب سوالهای زیاد است، من نوبت به نوبت به شما سوالها را جواب میگردانم. اینجا درخواستم شده است که در بابت نفس که مقصد شما اندکی صحبت داشته باشین و دوم درباره کبر صحبت داشته باشین. انشاءالله من این موضوع ها هم گویم یا این بابم نزد من تیار است. خدا خواهد من می توانم که هر زمان در باب نفس یا در باب کبر خدا خواهد یگان صحبتی نه چندان دراز 15 یا 20 دقیقه خدا خواهد صحبت میکنم. شاید که در همین روزهای نزدیک از طریق همین شبکه شما این برنامه ها را هم خدا خواهد گوش خواهید کرد. و اینجا در سوال آمده است که آیا کودکانی که در گهواره گپ زدن اینها کیا هستند؟ برادران عزیز و گرامی، من در حدیثی که متفق علیه است، هم بخاری و هم مسلم الله رحمتشان کند، از نام حضرت امام ابو هریره میارد. حدیثی را که حتی در پیش منم بسیار یک متن درازه، بسیار با یک متن درازه که حتی آمده است که
انا لم يتكلم في المهدی الا ثلاثة. بین البته ما مثال در حدیثی که آمده است لا يتكلم في المهدی الا ثلاثة، یعنی 3 نفری بودن. حدیث امام بخاری و مسلم میارد که 3 کودکی هستند که در خردی اینها اولی زمانی که زبانهای اینا کشاده نشده بود اینها صحبت کردگیند. خدا خواهد که ایرا من با پرگی حاضر مثل همین برنامه نفس و کبر و این 3 کودکی که و در اینجا 4م هم آمده است، به بعضی روایت ها 5م هم آمده است. اینشم یک موضوع علایده خدا خواهد به سمتان میرسانم. سوال دیگری که آمده است بابای حاجی یک دوستم آمده گفت که به من که 80,000 سومانی بده، بعد از 10 روز من 90,000 کرده در دست تو میتیم. آیا این حلال است یا حرام است؟ برادران عزیز و گرامی، وقتی که ما یک نفر سوم میتیم و به ذمه او میگذاریم که همین 80,000 سومانی را من به شرط میتیم که تو خود 10 روز پس است، خود 1 ماه پس است، خود 2 ماه پس است، من در مقصد 90,000 کرده آورده میتی، یا 90,000 هم یک طرف 81,000 کرده میاری میتی. این برادر عزیز انا همین فایز میگن، انا همین پرسین میگن. برای همین با این طریق مقصد دریاب کردن مبلغ برای ما حلال نیست و این گویم شرط و این گونه قید گذاشتنم برای ما و شما الله و رسولش من کردگی است. شما اگر قرض میتین برادرای عزیز و گرامی، وقتی که یک آدمی که درمانده تصور کنین، این برای چی پیامبر نازنین گفت که در قرض دادن شما ثواب بیشتر میگیرین از اونه که شما کسی را صدقه میتین، زیرا صدقه در دست آدمی خود دارا و خود نادار در دست هر کس می افتد، ولی قرض در دست نفری می افتد که وی محتاجه. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، هرگاهی که شما کسی را قرض میتید حرکت کنید که شما به فایز قرض دید، زیرا آدمی که خودش محتاجه، خودش گویم خیلی قلبی غمگین دارد، خودش بسیار یک آدمی در افتاده و وقتی که شما به ذمه او یک مبلغی را میگذارین، این همون گفتی تاجیکای ما بالای سوختن نمکاب می شود. یعنی شما تا جایی که در حق او یک کاری نیک کنین، در حق او شما جبر کردین. زیلیاز این گونه قرض دادن خواهرها و برادرای عزیز اجازت نیست. اگر به شرطی که شما یک نفری را قرض دادین لیکن یگان شرط قید نماندین، آمد 80,000 سومانی را گرفت و شما مهلت دادین که برادری عزیز 1 ماه بعد پولی مرا بیار. اگر همون کس همراه پولی تو یگان هدیه برای تو یا یگان مبلغی برای تو آورد داد و گفت ایرا بگیر اکو برادر تشکر زیاد کارم بود شید در حقم دعا کن، ایش حلاله. ولی وقتی مبلغ در شما یک فایزی معین میگذارین اینش حلال نیست. دویم گفتن بابای حاجی من پدر و مادر ندارم، هیچ کس کمکم نمی کند، از مجبوری در آشخانه کار میکنم که عرق دارد، آیا این پول معاش من حلال است؟ البته پول معاش شما انا خواهری عزیز یا برادر گرامی البته حلال است، زیرا که حقیقتا برای گویم جای کار یافتنم بسیار محال شدگی است، بسیار مشکل شدگی است. از این لحاظ شما مهنتی را که در اون داخل میکنین
برای شما اون معاشی را که میتین او حق مهنت شما هست. شما در اونجا از خدا امید است که یگان گناهگاری ندارید، ولی به هر حالم که باشد شما زمانی که مجبورین، ضرورین برای یافتن گویم یک مقدار مبلغی که در زندگیتون صرف کنین، ولی در برابرش شما با جایهای را که خالی از این باشد جستجو کنین تا در اونجا کار کردنتون با از شبهه و از شک خالی است. سیم بابای حاجی 5 سال می شود که در روسیه کار میکنم، در مغازه‌ای که نوشاکی های سپیرتی میفروشند. من نیتی برگشتن دارم. می توانم از این پول مغازه لباس کشایم و عائله دار شوم. آیا این حلال است یا نه؟ البته در ملک‌های روسیه، در ملک‌هایی که گوییم وقتی بین مسلمان و غیر مسلمان می شود، در این گونه دکان‌ها باشد یا مغازه‌ها باشد، کار کردن شما طبق مذهب خودمان هیچ باکی ندارد. درسته؟ ولی باز هم برادران عزیز و گرامی به هر حال حرکت کنین که جایهایی که از شبهه خالیان در اونجا کار کنین، برای شما باز بهتر می شود. ولی الحال که شما در اونجا کار کردین یا مبلغی را که به دست آوردین، این مبلغ برای شما برادرای عزیز حلال است. دیگر نفری سوال دادند که در قبر با کدام زبان صحبت میکنند، عربی یا زبان خود؟ این خیلی مهم است. فقط به شما باوری دارم برادران و خواهران عزیز، در قبر اگرچند بسیار اختلاف ها هست، سخن بسیار از بزرگان و محدثین از آن جمله ابن حجر اسقلانی که در قبر علل خصوص در زمانی که ما و شما را در قبر میگذارند با زبان عربی صحبت میکنند. ما را از مردی که خداوند او را همچون پیامبر گردانید و همچون از الله که خالق ماست، از دینی که الله مهربان برای بندگانش فرستاده است، از این با زبان عربی میپرسند. ولی در اونجا با این زبان صحبت کردن ما یگان دشواری و مشکلاتی را ایجاد نمیکند. خدای مهربان قدرت دارد که ما به هر یک زبان صحبت کرده توانیم. ولی این خواهر و برادر عزیز نه قدر چیز مهمی هست. امکان دارد که حتی با زبان خودت هم تو را در داخل قبر پرسند. لیکن اینجا مهم همین است که ما را میپرسند. ما در داخل قبر مورد پرسش قرار میگیریم. آیا در این سوال و جواب حال ما چی میشود؟ این مشکل تر است، زبانش نه. برای همین هر زبانی که مقصد در داخل قبر اگر از ما پرسیده شود، امکان دارد ممکن عربی، ممکن با زبان همین مادری که از ما و شما هست. دیگر سوال کردن، گفته است نفری که من نامم رو عوض کردم، برای نام عوض کردن آیا من یگان گوسفند ذبح کنم و در گوشم از آن گویم؟ مقصد برای ما یک معلومات میدادید. هر نفری که برادران عزیز و گرامی وقتی از نامش گویم خوش نمی آید و میخواهد عوض کند، شرط نیست که وی گوسفند ذبح کند، شرط نیست که در گوش یا از سر نو از آن گوید. ولی اگر نفری که دستش میرسیدگی باشد، امکانیت داشته باشد، گوید اکنون مقصد من یگان احسان میکنم، خیر میکنم، خدا خواهد این یگان زیانی ندارد، در این گناهگاری هم ندارد، به خاطر صدقه و احسانش انشاءالله ثواب میگیرد.
نفر دیگری سوال داده است که من 21 روز رمضان خواب دیدم پدرم مرا بر آغوشش میگیرد و میگوید که خدا خواهد آخرتمان آباد است. آیا این یگان حقیقت دارد؟ انشاءالله اگر شما آدمی روزدار باشین و خوابی را که در ماه رمضان دیدین و این گونه اگر در خواب به شما بشارت هم شده باشد که شما را آخرتان آباد است، خدا خواه آخرتان آباد است. این البته حقیقت دارد. سوال دیگر دادن که آیا از اسبابهای خانه نیز زکات میدی یا از لباس التماس ضرور است؟ در خانه هر یک لوازماتی که هست خواهرها و برادران عزیز که اگر ما با اون نیاز داشته باشیم یا مورد استفاده ما قرار میگیرن از اونها زکات نمیدی. یا اگر چند کرته هم که داشته باشی یا چند پای افضالی هم که داشته باشی از اینها زکات نیست. یعنی از لوازمات داخلی خانه زکات نیست مگر همون اشیایی که در خانه هست و مقصد برای فروش باشد. یعنی برای فروش اگر باشند انا از همونش زکات میتی، نه که برای استفاده خانه باشد از اونها زکات نمیتی. دیگر سوالی که دادم پیغمبرمون در وقت التحیات به جای نام خودش چی میخوان؟ با دلیل ها گوید التماس. پیغمبرمون هم برادران عزیز و گرامی همون التحیاتی که ما و شما التحیات عبدالله ابن مسعود که این حتی جناب امام بخاری و جناب امام مسلم هم در کتاباشون آورده است. امام بخاری در حدیث 6265، امام مسلم در حدیث 402 همین التحیاتی را که عبدالله ابن مسعود میخوان که یکی از ستونها و پایه های مذهب ما و شما امام ابو حنیفه هست و گویم که چگونه که عبدالله ابن مسعود میگوید چگونه که آیت قرآن را پیامبر تعلیم داد همچنان همین تشهد برای ما تعلیم داد و اکثر اصحاب پیامبر هم همین تشهد میخواندن. البته پیامبر هم همین تشهد میخواندن، جای نام خودش هم عوض نمیکردن. التحیات لله والصلوات والطیبه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. انا همین متن تشهد که تشهد عبدالله ابن مسعود میگوییم هم بخاری و هم مسلم آورده است. برای این پیامبر در جای نام خودش دیگر نامی را نمیخوان بلکه همون نام خودش میخوان. دیگر سوال داده است نماز تهجد را بعضا شب خوانده نمیتونم از حساب مهاجرم، آیا این نمازهای من قبول هست؟ یعنی البته نماز تهجد برادران عزیز نماز از زمره نمازهای نافله، یعنی نمازهایی که خواندنش در ثواب میگیرین و ترکش گناهگار نمیشین. هر زمانی که امکان شد بخوانید، هر زمانی که امکان نشد و مانده باشین خسته باشین انشاءالله همون خواب تانده هم خدا خواهد شما همون ماندگی که دارین خواب میکنین همون ده هم نماز همین تهجد که در نیتاتون هست در مقصداتون هست ولی از جهت بیماری از خستگی از خواندن نمیتونین شما ثواب همون نماز تهجد میگیرین. دیگر سوال کردن دو نفر یکدیگر را نقض میبینن اما خانواده دختر راضی نمیشود، از روی اسلام چیکار کنیم؟ این البته خوب است که وقتی اگر بچه دختر انتخاب میکند یا دختر بچه را انتخاب میکند ولی اکنون میگن جامعه به مصلحت کوتاه نمی آید. مصلحت برادران عزیز بسیار نیک است، بسیار خیر است. شما حرکت کنید که پدر و مادرای هر دو جانب هم راضیگیشان باشد و هم گوییم که بسیار خوشبین باشند
و از هر دو جانب دست بردارند برای زندگی شما دعا کنند تا شما از زندگی هاتون برخوردار شوید. زیرا اونها انشاءالله من گمانم همی است که اونها در حق شما همیشه غمخوارند، همیشه از برای شما خیر میخواهند. هیچ ممکن نیست که پدر یا مادر در حق فرزند بدبین باشد یا بدخواه باشد. برای این مصلحت من همین است که شما راضیگی هر دو جانبین باشد. در سر یک دسترخوان یک جایه نشینین، هر چهار گویم هم پدر و مادر از اون طرف از این طرف دست بردارن و شما را گسیل کنن و برای زندگیتان دعاتین. نور بالای نور می شود. دیگر سوال دادن میت را چگونه شستن در کار و مویه های اضافی میت را گرفتن و او را برهنه دیدن جایز است یا نه؟ اکو مویه هایی که اگر اضافه باشد، مثال همو پریکی که میگه ممکن پریک داشته باشد، یا ممکن که مویه های علمه میگن همو مویه های اضافه، اونها را گرفتن هیچی باکی نداره. یا دندان هایی که مثال میگذارن و بعد از آن با میگیرنشان، اینها را مقصد از دهان همو مرده بیرون کردن. البته اینا چیزهایی هستند که گویم با جسم انسان هیچ رابطه‌ای ندارن. اینا یک چیز زیادتی بودن که اینها مقصد در حیاتش و استفاده کرد. وقتی که مرد و یا را از بدنش جدا کردن، انشاءالله یگان باکی ندارد. لیکن مرده را تنه عریان دیدن، لچ دیدن، این البته به البته گناه است. این نادرست است. هیچگاه این چیزا شما مقصد حرکت نکنید که ببینید. چخیلی که همین آدم زنده را دیدن در گناهگار میشین که شما حقی لج دیدن یک کسی ندارین، در مرده هم همچنان است. ولی میت را چگونه شستن در کار؟ البته آدمانی که مرده میشویند بالای مرده را باید که خب یک سانی را میپرتویند تا یگان عضو همین مرده نمایان نباشد. بعدا در دستهاشون دستکشکایی که مثال از همون لطه ها میسازند، اول استنجا میدارند، یعنی قسمی همون پایانی مرده را میشوند، تازه میکنند. بعد از آن طهارتش میدارند، دستهاش میشوند. ببینین چهرهش میشویم، فقط مقصد در بینیش در دهنش آب داخل نمیکنیم، اینهاش لازم نیستند. بینیش هم مقصد محض میکشیم، دهنش هم محض میکشیم، چهرهش هم میشویم، دستاش هم میشویم، پاهاش هم میشویم. بعد از آن مقصد به طرفی راست میخوانیم، اول طرفی چپ میخوانیم، طرفی راستش میشویم، با به طرفی مثال راست میگردانیم، انا طرفی چپش میشویم. بین یک بار تمام بدن مرده را به آب تر کردن، یعنی از همون طریق واجبی شما بیرون میشیم. ولی 3 بار شستن او این البته با سنت است، موافق با سنت است. برای همین وقتی که این طرف شستیم، این طرف شستیم، بعد شیناندیم، بعد یک بار دیگه با همون شکمش مقصد با دستاشون زیر میکنن. اگر هرچی که اگر خارج هم که شود همون موضع را باز میشوان و دویم باره دیگر شستن مرده ضرورت ندارد. با همین انشاءالله گویم که شستن مرده تمام می شود. دیگر سوال کردن مذهب شافعی چی معنی دارد و در 2 مذهب بودن گناه است؟ پرتر فهمانید. البته برادران عزیز، نمی شود که ما در 2 مذهب باشیم یا در 3 مذهب باشیم یا در 4 مذهب باشیم. ما همه مذهب اعتراف میکنیم. البته به البته ما 4 مذهب اهل سنت و الجماعه داریم که تمام عالم اسلام برادران همین در دایره یکی از همین 4 مذهب است، یا حنفیه، یا مالکیه، یا شافعیه، یا حنبلی. برای همین در کدام مذهبی بودن یگان گناهی ندارد، زیرا همش اهل سنتند. ولی مذهب شافعی چی معنی دارد، چی معنی که مذهب حنفی دارد، چی معنی که مالکی دارد، حنبلی دارد، این هم همون معنا رو دارد. یعنی پیروی
خواه از مذهب شافعی کن، خواه از دیگر مذاهب کن. معناش همینه. یعنی بعضی قاعده ها و بعضی جزئیات هایی رو که در داخل مذهباشون دیگرگون هست و همین فرق میکنن. ولی ما همیشه تاکید من برای مردم تاجیک من همین است که اکو از زمانهایی که پیشتر گوییم چندین عصرها این مردم که پیروی از مذهب حنفی کردن، انشاءالله پیروی از این کردن بهتر است. به خاطر که بسیاری از بزرگان میگن حتی در کدام ملکی که کدام مذهب باشد دیگر مذهب داخل نشود، زیرا باعث اختلاف و فتنه ها می شود. اگر چنده که باز میگویم ما در 4 مذهبیم و 4 مذهب هم اهل سنتی و الجماعه هستند. هر کس پیروی از این 4 میکند هیچ گناهگاری ندارد. فقط این مذهب حنفی برای ما باز شناستر و پرتر است. سوال دیگری کردن از سبب زندگی وزنینم و جدا شدن از شوهرم میخواهم طفلم به دنیا آید و بزن روز فروشم. طفلم را شما چی مصلحت میتید به من؟ هیچگاه خواهری عزیز، هیچگاه فرزند به هیچ کس نفروش، نه به روس نه به تاجیک. فرزندی که مقصد به دنیا می آید او را تو به وایه رسان. انشاءالله اون زندگی نادرست و زندگی بسیار بدی را که تو از شوهر دیدی، مقصد قصاصی او را از فرزندت نگیر. از خدا امیده شاید که همین فرزند تو در آینده دستگیری تو شود. چی میدانی که این فرزند آیندهش چی است؟ تو انشاءالله ایرا تربیه کن، ایرا به وایه برسان. خدا خواهد از این امیدهای زیاده. گمانی من همین از خواهر عزیز، هیچگاه این کار نکنی، هیچگاه فرزند نفروشی، زیرا در فروختن فرزند این پولی هم برای تو حلال نیست. ولی این کاری که تو میکنی یگان مادری روی عالم تا امروز این کار نکرده است که فرزندش به مبلغ فروشد. این بسیار یک کاری زشت است، بسیار یک کاری ننگ است. دیگر سوالی که کردن، زنم گپی پدر و مادرم را و خود مرا نمیگیرد، ناپسندی میکند. آیا با او 3 طلاق گویم یا صبر کنم؟ هرچنده که صبرم تمام شده است. چی مصلحت میتید؟ من اکو تا امروز کسی را مصلحت ندادم که زن تانه طلاق کنی. برعکس مصلحت من همیشه همین است که جنجال هایی که در خانوادگی میشوند، برادرای عزیز، همیشه علتاش فهمید. شما وقتی پیش دکتر میروین، شما وقتی از بیماری سرتان شکایت میکنین، ببینین در حال وای چیکار میکند؟ در حال وای تحقیق میکند که کو درد ای کجای، برای چی سر همین بنده، سر همین مقصد انسان درد میکند، علتش در کجا باشد. یعنی شما همین جنگ هایی که میشود، همین ناحرمتی هایی که میشود، علت چه بینین از چه، از کجا است؟ اگر علتش از جانب همون خانوادهاتون باشد، این درد تبابت کردن در کار. زیرا شما این را طلاق میکنی، این طلاق کردن دور نیست، طلاق کردن کاری مشکل هم نیست. ولی فردا نفر دیگر هم که بیارین شاید به همین درد با مبتلا شود. زیرا شما اون علتهایی که در خانه بود و برطرف نکردید. او علتها، او سببها هم خیلی ایستادگی هم. 10 زن که بیاید با همون مشکلات برای تو دادر عزیز ایجاد میشه. برای من همه جانبه نگاه کنی. هیچگاه زن یک بار طلاق، اگر چنده پدر تو گناهگار نیست، مادرت گناهگار نیست، گناهگار خود همین زنه. تربیه کنین برادر عزیز، مصلحت کنین، نصیحت کنین. از خودتون، از دیگر عقل ها، از نزدیکای همین زن از خدا امیده که انشالله خوب میشود و شیر انسان خوردگی است. برای این در حال برادرای عزیز این اراده را نکنین، در حال شما طلاق نکنین. دیگر سوالی که آخران سوال در اینجا آمده است، درباره نماز گویید، چون که من همه کارهای خوب دارم،
صدقه میکنم اما نماز نمیخوانم. برادر عزیز و گرامی، حقیقتا کارهای خوبت هم الله مهربان قبول کنه، کارهای خوبت هم خوب، کارهای نیک هم نیک انشاءالله. وقتی که تو پایبند کار خوب باشی تو آدم خوبی خودت. تو وقتی کار خوب انجام میدی معلوم است که در دل تو یک رحم و در دل تو یک شفقت هست. ولی وقتی نماز نمیخوانی حقیقتا بسیار یک گویم بهترین چیزی را که باید در تو باشد تو یک گم کردگی. و خاطر میدونید نماز الله دوست میدارد. حضرت عایشه مادر ما گفت برای چی خداوند سوالش کردم برای چی گفت اینقدر در قرآن الله نماز نماز الصلات الصلات بسیار گفت. عایشه مادر ما گفت الله هر چیزی را که دوست بدارد نام او را بسیار میگیرد. برای همین نماز عبادتی هست که خدای مهربان این را دوست میدارد. وقتی چیزی را که خدا دوست میدارد برادرای عزیز، خواهرای عزیز، باید شما باید دوست داره. خدا رحمت کند جناب خواجه حافظ در ایجادیاتش میگفت هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق با او نمرده با فتوای من نماز کنید. برادرای عزیز، چقدر خواجه حافظ برای ما و شما یک گویم بسیار یک سخنی دردناکی گفتن. اگر میبینید نفری را که در دنیا از نماز کنار رفتگی است، نمازش نمیخواند، اگر چند زنده هم باشد، گفته است من فتوا میتیم که نماز جنازش خوانه. خدا رحمت کند جناب عبدالقادر بیدیل میگفت نقش معکوس نگین از سجده می آید درست، سرنوشت واژگون را راست می سازد نماز. می گفت دیدین که انگشتریای هست که در همون جای نگینش مهر هست، پچت. در همون مهر مقصد همون نامی بگیم در ابتداها خیلی الله بود، رسول بود، ولی مقصد شاید اینا یگان نام شرکت باشد، نام یگان نفری باشد. میگد وقتی که همین انگشتری خم می شود، بین رنگ انسانی که سجده میکند خم می شود و وای مثال در بالای کاغذ گذاشته می شود، چیزی که در درون همون بود در بالای کاغذ نشان داده می شود. یعنی سرنوشت واژگون را راست می سازد نماز. همه آن سرنوشت تلخ و سیاهی که داشتی وقتی سر در سجده که ماندی خدا همه امرا میگد از بین میبرد. از این لحاظ اون سجده را که نگین سجده کرد، انگشتری سجده کرد، معناش میگه که وقتی که تو سجده دا که سر تا گذاشتی در درونت همون اظهار همون محبتی که با خدا بود انا همینجا آشکار میشود که این حقیقت داشته است. الله مهربان همه تون حفظ کند. امروز یک نفر بر ما یک سوال دیگر هم کرد. همین مراجعت هم برای برادرای در غریبی هم از من خواهش کردن، سوال کردن که حاجی بابا اگر یگان سوال و جواب ها شد همین را داخل کن که بسیاری از مهاجرها گویم زنهاشون در همین جا میگذارن و خداشون رفته سالها مقصد در ملک های غریبی گویم دنبال کار و زحمت میگردن. ولی همین گفت بسیار عاقبت های ناخوب آوردی سه. برادرای عزیز و من که در چندین سفرهایی که داشتم این مصلحت و این سخنها را بسیار تاکید کرده بودم. باز میگم تا که حقیقتا برای زن برادرای عزیز بسیار مشکله، بسیار مشکله. اگر در بین خانوادگی ها باشد و از طرف خانوادگی ها در حقش با کم کمک ظلم و جبر کنن، اینش یک طرف،
و اگر در بین خانوادگی ها هم باشد یا تنهایی هم باشد، این طرف مقصد به هر حال او یک خواهش نفسانی دارد، همخوابگی دارد. وقتی همون لحظه آمد، همون ساعت آمد، ولی شما را وقتی که نمیبیند، شاید که در همون جاگه خوابش آتش زند، شاید که مقصد دست به کار حرام زند، ولی سببگار این کی است؟ سببگار این شماها هستین برادر عزیز. برای من کدام شما ذره امکانیت دارین شما همراهتان بگیرین برین. برای این خدا خواهد همونجا هم برای شما کمک میکنن، در برابر شما ایستاده بعضیاشون کار میکنن. ببینین برای من خوبی هاش بسیار است که اگر همراهتان باشد. در اینجا بودند هم اگه من گمانی بد ندارم، مرا سوال کردن، ولی به هر حالم که باشد شما باید خودتان احساس کنین که چگونه که برای خودت در تنهایی مشکلات هست، برای اینم در اینجا مشکلات هست. فقط حل این مشکلات با بردن همو خانوماتان می شود. الله مهربان ایمانمون کامل خاتمه کاری هممون به خیر گرداند. آمین یا رب. السلام علیکم و رحمت